طرز تهیه گوشفیل: شربت بار، 1 لیوان شکر، 1/3 لیوان آب، 2 قطره عصاره هل، کمی زعفران، آب نصف لیمو ترش روی حرارت تا قوام بگیره. 100 گرم نشاسته و ماست رو با هم مخلوط می‌کنیم. 1 عدد تخم مرغ، نصف قاشق چای‌خوری وانیل و بیکینگ پودر، کمی نمک، 1 قاشق غذاخوری مایع خمیر، 2 قاشق غذاخوری روغن مایع. ماست و نشاسته رو اضافه می‌کنیم. 2 قاشق غذاخوری شربت بار می‌ریزیم. 250 گرم آرد قنادی رو با نصف پیمانه آب خمیر که آماده شد 2 ساعت استراحت میدیم. قالب میزنیم. سرخ میکنیم. تو شربت بار میخلطونیم. گوشفیل خوشمزه ما آماده است. نوشی جان.